به نام خدا، عرض سلام خدمت دانش آموزان عزیز پایه هشتم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب بچه ها، امروز در ادامه درس میپردازیم به تمرین صفحه 9 کتاب ریاضی هشتمتون. با سوال 1 شروع میکنیم. آیا میتوان گفت هر عدد صحیح و هر عدد طبیعی نیز عدد گویاست؟ چرا؟ خب بچه ها، آیا میتونیم بگیم که هر عدد طبیعی یا هر عدد صحیح عدد گویا هست؟ میتونیم بگیم یا نه؟ بله میتونیم بگیم. چرا بچه ها؟ چون که اعداد طبیعی و اعداد صحیح رو میتونیم به صورت کسر بنویسیم. من جوابش رو بالا می نویسم. چون اعداد طبیعی و صحیح را نیز میتوان به صورت کسر نوشت. درسته بچه ها؟ چون که میتونیم اعداد طبیعی و صحیح رو به صورت کسر بنویسیم. حالا یک مثالی هم بزنیم. برای مثال عدد طبیعی 3 برابر بود با کسر 6 دوم. درسته؟ این اعداد چون به صورت کسری میتونیم بنویسیم، پس اعداد گویا هم هستن. بچه ها، سراغ سوال بعدی. سوال 2. هر یک از کسرهای سطر اول رو به کسر مساویش در سطر دوم وصل کنید. خب بچه ها، از ما میخواد که این کسرهای سطر اول رو به کسر مساویش تو سطر دوم وصل بکنیم. خب اولین کسری که اینجا میبینیم کسر منفی 3/5 هست که ببینیم با کدوم یکی از این کسرها برابره. با 3/5 که برابر نیست، چون اینجا منفی داریم. 3/4 و منفی 3/4 هم نیست، پس قطعا با منفی 3/5 اینجا برابره. بچه ها، همونطور که بهتون گفتیم اگر ما کسری داشته باشیم که منفی 3/5 یا منفی یا مثلا 3 منفی 5، بچه ها این دوتا برابری میکنه با این کسر منفی 3/5. درست شد؟ این سراغ کسر بعدی. منفی 3 منفی 5. خب پس اینجا باید داخل این کسر دنبال کسری بگردیم که صورت 3 باشه و مخرجش 5 و اون موقع علامتش رو مشخص بکنیم. تنها کسری که اینجا اونیم کسر 3/5 هست. چرا بچه این اتفاق افتاد؟ خب منفی صورت با منفی مخرج خط میخوره و در نهایت 3/5 مثبت رو به ما خروجی میده. پس منفی 3 منفی 5 برابر میشه با مثبت 3/5. این رو حواستون باشه. کسر بعدی منفی 3 منفی 4. خب این دوتا کسر صورت و مخرجش برابری میکنه با این کسر، پس حالا باید دنبال علامت این کسر باشیم بچه ها. منفی صورت با منفی مخرج که خط میخوره، اما یک منفی اینجا میمونه، پس دنبال کسر منفی 3/4 باید باشیم که خب این کسر میشه، پس این رو هم به این متصل میکنیم و اما کسر آخر کسر منفی 3 منفی 4 هست که همونطور که تو منفی 3 منفی 5 گفتیم، این کسر بچه ها منفیش خط میخوره و تبدیل میشه به مثبت 3/4. این هم از این سوال. میریم سراغ سوال بعدی. جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید. خب بچه ها، یه جدولی اینجا بهتون داده که از شما میخواد که نوع عددش رو مشخص بکنید. یه سری اعداد هم اینجا بهتون داده بچه ها. میخواد نوع عدد رو مشخص بکنید و تو جدول تیک بزنید که آیا عدد طبیعی هست، عدد صحیح هست یا نه و عدد گویا هست یا نیست. خب شروع میکنیم با اولین عدد از سمت راست. منفی مثبت 4. خب بچه ها، منفی در منفی که اینجا میدونید میشه مثبت، مثبت در مثبت هم میشه مثبت، پس این عدد مثبت 4 هست. طبیعی هست یا نه؟ بله عدد طبیعی هست. خب پس اینجا علامت میزنیم. عدد صحیح هست یا نه؟ بله عدد صحیح هم هست. و آیا عدد گویا هست یا نه؟ بله. به صورت کسر میتونیم بنویسیم. بله عدد مثبت 4 رو میتونیم به صورت کسر 8 دوم هم بنویسیم، پس این عدد هم گویا هست. سراغ عدد بعدی میریم. کسر منفی 6 دوم. خب منفی 6 دوم بچه ها گویا هست چون که خودش کسره. صحیح هست. بچه ها منفی 6 دوم رو ساده بکنید. ببینید منفی 6 دوم تقسیم بر 2 میشه دیگه. درسته؟ تقسیم بر 2 میشه 1.
این تقسیم بر 2 میشه 3. درسته؟ پس میشه منفی 3 یکم یا مساوی با منفی 3. عدد منفی 3 رو داریم. منفی 3 طبیعی هست؟ خیر، چون اعداد طبیعی اعداد مثبتی بودن. صحیح هست؟ بله. عدد رادیکال 9. رادیکال 9 بچه‌ها به چه صورت هست؟ رادیکال 9 بچه‌ها، رادیکال 9 برابر میشه با 3. چرا؟ چون 3 به توان 2 برابر میشه با 9 و رادیکال 9 میشه 3. خب عدد 3 طبیعی هست؟ بله. صحیح هست؟ بله. به صورت کسر میشه نوشت که گویا باشه؟ بله. پس عدد 3 هم به این صورت. به چه کسری میتونیم اینو بنویسیم؟ به چه صورت میتونیم به کسر تبدیلش بکنیم؟ 9 سوم یا 6 دوم. این دو حالت صورت‌های کسریش هستن و خیلی حالت‌های دیگه که وجود داره. عدد اعشاری منفی 2 و 3 دهم. خب بچه‌ها منفی 2 بذار اینجا مشخص بکنم اینها رو. این که شد مثبت 4، این شد منفی 3، یادمون باشه این شد خود عدد 3 و اما عدد اعشاری منفی 2 و 3 دهم. خب منفی 2 و 3 دهم رو بچه‌ها میتونیم به این صورت هم بنویسیم. منفی 23 دهم هم میتونیم این رو بنویسیم. پس من اینجا مینویسم منفی 23 دهم. خب این که قطعا گویا هست. عدد صحیح هست بچه‌ها؟ نه، چون که به صورت عدد صحیحی نیست، اعشار داره. پس قطعا عدد صحیح نیست و عدد طبیعی هم قطعا نمیتونه باشه. صفر بچه‌ها به چه شکل هست؟ صفر که خب خود صفر میشه، عدد طبیعی نیست. چرا؟ چون عدد طبیعی از 1 میل میکردم به سمت مثبت ها، 1 2 3 تا الی آخر. عدد صحیح هم هست و عدد گویا هم هست که خب اینجا خودش علامت زده و اما کسر 3 پنجم. خب بچه‌ها کسر 3 پنجم ساده‌تر از این نمیشه، پس قطعا عدد طبیعی نمیتونه باشه، عدد صحیح هم نمیتونه باشه، پس فقط عدد گویاست. کسر منفی 8 منفی 3. خب ابتدا اولین کاری که میکنیم دو تا منفی صورت و مخرج رو حذف میکنیم و به کسر منفی 8 سوم میرسیم. آیا این کسر گویا هست؟ بله. عدد صحیح هست؟ خیر. چرا؟ چون ساده‌تر از این نمیشه و به همین صورت کسری هست، پس صحیح نیست و عدد طبیعی هم نیست چون منفی اصلا کلا. کسر بعدی منفی 4 منفی دوم. خب دو تا علامت منفی خط میخوره و 4 دوم که برابر میشه با 2. 2 طبیعیه؟ بله. صحیحه؟ بله. و خودش هم به صورت کسر 4 دوم نوشته میشه، پس گویا هم هست. و اما عدد بعدی منفی 1 5 به توان 3. این رو بنویسیم بچه‌ها. خب یه منفی که داره کسر، صورت 1 5 به توان 3 چند میشه بچه‌ها؟ 5 ضرب در 5 که میشه 25 و 5 ضرب در 25 میشه 125. پس 1 125 میشه. منفی 1 125. آیا طبیعیه؟ خیر. صحیحه؟ خیر. اما گویا هست. و آخرین عددی که اینجا داریم عدد 12 منفی 4 هست که خب این رو هم به این صورت می‌نویسیم. 12 چهارم که ساده ترین حالتش میشه چند؟ منفی 3. درسته؟ 4 که به 4 ساده میشه 1. 12 به 4 میشه 3 و در نهایت میشه منفی 3. منفی 3 طبیعیه؟ خیر. صحیحه؟ بله. گویا؟ بله گویا هم هست. این هم از جدول سوال شماره 3. بریم سراغ آخرین سوال تمرین. ابتدا علامت هر عبارت را تعیین کنید و سپس آن را ساده کنید. خب بچه‌ها برای تعیین کردن علامتی که کار خیلی راحتیه. صورت رو می‌بینیم بچه‌ها یه منفی داره و یک منفی که خب منفی در منفی میشه اینجا مثبت. خب صورت که مثبت هست. مخرج هم منفی اینجا نمی‌بینیم ما، پس مثبت در مثبت، پس این علامت قطعا مثبت میشه. بریم سراغ کسر بعدی. صورت که کامل مثبت هست، مخرج هم کامل مثبت هست، پس دلیل نداره که منفی بشه. و اما این کسر، یک منفی پشت کسر هست بچه‌ها، یک منفی در صورت هست و یک منفی هم در مخرج. به چه صورت میشه ابتدا؟ دقت بکنید کسر صورت با کسر مخرج منفیشون خط میخوره میشه مثبت. درسته؟ پس مثبت در منفی در نهایت بعد علامت منفی میرسه.
این ابتدا علامت هاشون رو تعیین کردیم. حالا اونا رو میایم اول ساده میکنیم و بعد جوابش رو مینویسیم بچه. از کسر اول شروع میکنیم. 8 به 8 بچه ها یک مرتبه میشه 8 تقسیم بر 8 میشه 1 و 16 تقسیم بر 8 میشه 2. درسته؟ 12 رو میایم به 6 ساده میکنیم. 12 تقسیم بر 6 میشه 2. 18 تقسیم بر 6 3 6 تا بچه ها چند میشه؟ 18. پس اینجا هم 3 برامون باقی میمونه. از ما خواسته که این دوتا رو ضرب بکنیم. 1 ضرب در 3 میشه 3. 2 ضرب در 2 هم میشه 4 و به صورت ساده ترین حالت ممکن این رو نوشتیم. خب کسر بعدی به همین صورت 8 تقسیم بر 8 میشه 1. 16 تقسیم بر 8 میشه 2. 12 تقسیم بر 6 میشه 2 و 18 تقسیم بر 6 هم میشه 3. این هم جوابش همون میشه بچه ها 3 4. و اما کسر آخر 10 رو بچه ها میتونیم به 5 تقسیم بکنیم میشه 2. 25 تقسیم بر 5 میشه 5. درسته؟ و فکر نمی کنم دیگه 2 و 7 هم نمیشه با هم ساده کرد، پس عددش علامتش اینجا منفی بود. 2 ضرب در 2 میشه 4. 7 هم ضرب در 5 میشه 35. 4 35 منفی 4 35 میشه ساده شده این کسر. خب بچه ها خسته نباشید، تا اینجای کار کافیه. امروز قصد داشتیم که حل تمرین داشته باشیم، حل تمرین صفحه 9 کتابتون. انشالله جلسه آینده میریم سراغ درس بعدی، جمع و تفریق عددهای گویا. امیدوارم که این فیلم براتون مفید بوده باشه. ممنون میشم که ما رو حمایت بکنید، لایک بکنید، دنبال بکنید و براتون آرزوی موفقیت میکنم. تا جلسه آینده، خدا نگهدارتون.